کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 6 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 15:20 بر اثر باران‌های شدید از تپه‌های نزدیکی دهه چشمه جماعت دیهات به نام جوره، رحمان و شهر ترسونزاده سیل آمد. دو ساکن دهه چشمه سال تولد هر دو 2004 در تپه‌ها مالبونی می‌کردند. وقتی سیل آمد آنها تلاش کردند اول جان مال خود را نجات دهند، ولی سیل دهشتناک این دو جوان را به گرداب خود پیچید و هر دو به هلاکت رسیدند. در این حادثه همچنین 10 سر چاروای خرد هم نابود شد. جسد این دو جوان نامراد حدوداً 4 کیلومتر پایین‌تر از محله حادثه پیدا شده است. غیر از این باران‌های پرشدت روز گذشته باعث بلند شدن سطح آب رود قرطاق و کانال ملاشودی شده و خف زیر آب ماندن خانه‌های استقامتی را زیاد کرده است. در این زمان در جای حادثه کمیسیون ایالت‌های فوق‌العاده فعالیت می‌کند و برای رفع پیامدهای خرابی‌های سیل تکنیک مخصوص جلب کرده شده است. بنا به گزارش اگنتی هواشناسی کشور، باران‌های شدید و هوای نامساعد تا آخر هفته باقی میماند. هم باران‌های پرشدت و هم گرم شدن دمای هوا میتواند در کوه‌ها باعث لغزش ترمه و ریزش سنگ شود. بارش موجب بالا رفتن سطح آب در رودخانه و آبانبارها و دیگر مخزن‌های آبی شده میتواند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان و مهمانان کشور خواهش میکند در چنین روزهای بارانی احتیاطکار باشند. از سفرهای بی ضرورت با راه‌های کوهی، رفتن به صیدگاه و ماهیداری و چارواچرانی خودداری نمایند.